سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا امروز اومدیم ریمچ باقلوا، اصلا بازی توپ. ولی خب احتمالا آنلاینش نیاد آخه بانت تخمی ایران. یه لحظه گوشیم خاموش شد، شرمنده. خب این که نمیاد هیچی، بریم یکش. خب بریم کانکت لابی یک. خب الان میخواد به لابی یک وصلیه که با این نت تخمی مشخصا وصل نمیشه. بریم همون آفلاین. آقا میخوام براتون بزنم سخت ترین درجه 2 به تک. یارای خودمون 0، یارای اون 2. بریم. بده کسکش. نه گل اول خوردیم. الان مهمی نیست، کامبک میزنیم. وای پاسش اینه، فکر کردم پاس بلنده. ریدم. ماشالله. برو ای گوه بریشت. اینا معمولا یه پاس رو عقب تخمی میدن. نه اینجا نداره. نه چیزی. خب VAR. خب دیگه مشخص بود دیگه گل بود یا نه. همین وقتی $100 کمتر پول میدی به جای نسخه عادی میری نسخه تخمیشو میخری. اینا اینجا یه پاس بد میده. دقیقا همینجور شد. چیه گلی. خوبه. بچه‌ها کسی تو کانال هست که بلولاک دیده باشه یا ببینه؟ اگه هست اگه هست چی میخواید شبیه چی هم بکنیم؟ کاراکترمون رو شبیه کاراکترهای بلولاک کنیم. من این کارو کرده بودم، شبیه سوباسا و اینا هم میتونیم بکنیم. یالا تو کامنت ها بگید اگه خواستید. بچه بازی 3-1. دیدی یعنی یه پاس ولی نه این دفعه دیگه پاس نمیده. اوه تیرک. ریدم. برو سرعتی، دقتی، قدرتی. وای یه دیر به نابی مشتی چی کار کردم. ببین پاره میکنم. بنازم قشنگا. برو برس. ماشالله بزن. با ترپ گل زدم. با این چو زدم. حاجی چه کامبکی. اگه بشش چه کامبکی بزن. اگه کامبک بزنیم چه کامبکی میشه خدای. 4-1 تبدیل بکنیم به 5-4. اینو میگیرم نگیرم باختیم. 5 دیگه تشه بگیرم. انتظار نداشتم بزنم صاف همون جایی که هستم و نتونم بگیرم. ریدم. امتیاز از جمع امتیازهای اونا با هم بیشتر. تبلیغ اسکیپ آیدی اومد. خب خدا رو شکر. دوباره بزنیم یه بار دیگه. دفعه حاجی یه یارم به خودمون بریم، خیلی قوی هن اینا.
یه پاس خوب. اینجا وای میسیم درخواست پاس میکنیم. پاسو میندازه. یه مشکلی که داره شوتاش خیلی مسخره. گل آورد. بریم برای انتقام. اوه برو. برس. رسیدم. پشت سر من مثل احمقا سویچ میکنه تو دروازه و اینجوری گل میخوره. بریم برای انتقام. واه یارمونم که هیچ فایده ای نداره رسما. بگیر. وای چرا ندادم. خب مشکلی نیست. من آدم آرومیم. البته تا وقتی که بازی نکنی با آرومیم. چه احمقی. گل. گل. براتون گل زدم. باقلوا. بریم بعدی. اوه سنگو زدیم به شیشه. این دیگه آخریشه. یکی دیگه باید بخوریم. وای دیر درخواست پاس کردم. دیگه نمیگه تخم سگای به ای توپ لا میده. چون لا میده. خب 4-1 خبری نیست. بده من. ای ریدم تو پاسه. ولی شانس آوردی من آدم خفنیم. وای ریدم. حال کردی. حالا صدام در نمیدن قطعه که این گوه. وای برگرد. باری کلا. یه حرکت خوب زده باشه اولش که اونه ریدم. بگیر. وای چجوری اینو نگه. وای حاجی اینو واقعا نباید بخورد. اشکال نداره. حالا دوستان رئالیمون شاید اگه اینو گل کنیم یکم ناراحت بشن ولی خب کسکش. ای گو چه هرج و مرجی. رو حضرت عباس. آخرش هم گل به نام خودم ثبت شد. اینقدر گوازی در آورد آخرش هم گل به نام خودم ثبت شد. خب دیگه به نظرم تا همینجاش کافیه. حاجی نمرم چقدر خفن شد. به نظرم تا همینجاش کافیه. تبلیغش هم آورد و بای بای هیتلر.